سلام دوستان، میپردازیم به یه بازی رندوم شطرنج دیگه. این دفعه با اکانت خودم اومدم و ببینیم که چی میشه. البته ریتینگ حریفا خیلی درست نیست، یعنی شما ریتینگ 500 میبینید در حد 2000 داره بازی میکنن و برعکس. خلاصه بریم ببینیم که سهممون 1642 شد. 100 تا ریتینگش از آن بالاتره. بریم ببینیم که چه خبره. این شاخه‌های اصلی انگلیسیه، یعنی باید هول بده پایین پیاده رو. امروز صبحی که بازی کردم پیاده دیشیش بازی کرد که خیلی جالب نبود و خیلی زودم باخت. این شاخه اصلیش اینجاست. بعد این پیاده رو باید بدیم بالا. اوکی. امیدوارم اسبو نیاره اینجا، چون خب بریم برای این حرکت. احتمالا بزنه. بعد از اینکه زد ما با وزیر پس بگیریم یا چی. به نظرم یا چی، چون الان این ستون باز شد. البته نه، خیلی جالب نبود. وزیرشو بلند کنه این پیاده رو میزنیم. وزیرشو بلند نمیکنه، پس نمیتونیم این پیاده رو بزنیم. بریم برای تهدید برادر. اسب گسترش بدم، اسبو میاره. این پیاده میره زیر زر. بهترین دفاع حمله است. سلام و درود. الان اسبو میذاره اینجا. بله. خب میتونم وزیر رو اونجا بزنم یا اینجا بزنم. اینجا اینور. اون پیادهش اگه بیاد جلو بذارید اینجا میذارم. خب دفاع کرد، بلافاصله حمله میکنیم. اسبش رو احتمالا بکشه عقب. اشتباه کردم، یعنی در واقع گند زدم، اینو ندیدم. خب خیلی بد شد دوستان. اوکی، بیا. این پیاده زیر ضربه و با زدن این پیاده جلوی قلعه کردنشو میگیریم. اوه that's pretty good. هنوز قلعه نکردم، خطریه کار. بذارید قلعه کنیم بعد تصمیم میگیریم. اینا خارج کنیم که بعد بتونیم، البته میتونیم با این حرکت هم یه حمله خوشگل روی برادر داشته باشیم. الان رخشو بیاره. این اسب اگه اینجا نبود خیلی خوب میشد. اسب قوی و بدجاییه. چجوری برش داریم؟ نمیتونیم برش داریم.
این هم حرکت بدی نبود. بذارید من بیام اینجا که باید برم یه تهدیدی ایجاد کنیم. فیلو به ازای اسب بدم. مثلا پیاده هم افتضاح وضعیتش. اگر من وقتم باید حواسم باشه. اینو اگه میتونستیم از زمین برداریم خیلی خوب میشد. اوکی بیا اسب از اونجا برداریم. خب بریم یه چنگال مشتی تلاش کنیم بزنیم ببینیم چی کار میکنه حریفمون. الان وزیرشو میاره خونه E8 E7 خیلی فرق نمیکنه. این پیادم زیر ضربه. آخ یه مات خوشگل نه کنسل. بیا کارشم تا میکنم. الان با اون پیاده میگیره این پیاده زیر ضربه. خیلی خوب. اسبم خیلی بدجاست. دوست داشتم اسبم اینجا بود. چجوری میتونم بیارمش اونجا؟ هیچ جور. این عملا من یه اسب الان کمتر دارم. عملا مفهوم اینه. ساختار پیاده این افتضاح احتمالش خیلی زیاده که این بازی رو بباز. این خیلی بد بود. این خیلی بازی بدی بود. ممنونم از حریفم که تا گفتم دارم میبازم تقدیم کرد برادرو. خب نه دوستان داریم میبریم. الان وضعیتمون برنده شده. فقط باید حواسمون جمع شه چون این پیاده زیر ضربه. این پیاده هم زیر ضربه. یعنی میتونم یه سری بزنهای خوب را بندازم و ببینیم قضیه چطور پیش بره. الان احتمالاً اینو بذاره اینجا. چی اسمش؟ وزیر رو بذاره اینجا که پیشنهاد تعویض بده که بیشتر از این تحت فشار قرار نگیره. ولی فرقی به حال من نمیکنه. خب این تک اشتباه آدمو بیچاره میکنه. ای خدا. چی شده؟ یکیش بدیم. اگه با وزیر اینو بزنم با پیاده پس بگیره. اوه چی دارم میبینم بچه ها؟ چی دارم میبینم؟ این رخو اگر بزنم اگه با وزیر پس بگیره یکیش بهش میدم. مجبور وزیر بگیره یه چنگال میزنم. اگه با پیاده پس بگیره بازم با رخ میزنم بعد چنگال. عجب بازی آقا عجب بازی شده. اینم از این. من یه رخم تازه اینجا دارم. چقدر جالب. خیلی حرکتم قشنگ بچه. اینا همه نتیجه پازل ها. پازل که حل کنی نتیجهش این میشه. خیلی دلم میخواست به حریفم بگم که فکرشو نمیکردی نه. ولی خب احتمالا فارسی بلد نباشه. اهل انگلیس. یونایتد کینگدم. ریزاین کن دیگه. دستت برام. نوکرم. تانکس برو.
خب ریزاین کن دیگه برادر، چون دیگه کاری از دستت بر نمیاد. حالا میخواد لاو وتر کنه تو چت با من ها. ممنونم. خب 10 دقیقه جدید 1572. به به، بریم برای سیسیلی. اینو همیشه باید بزنیم، مثلا صحبتی توش نیست. با این حرکت یه تمپو میگیریم، یعنی یه فرصت، یعنی چی رو بگم، ما گسترش دادیم و اون وزیرش رو کشید عقب، یعنی اصطلاحاً سود کردیم از این جهت. خب اسب خود خطرناک داره میشه. تا حالا ما ندیدم کسی اینجوری بازی کنه. خب بذارید به کارمون برسیم، بی خیال قضایه چیز بشید. اینجا اگر اینو برادر زخم خورده است و میخواست اینجا بیاد فیلو اینو پین کنه، من اینجا با یه کیش اینو بگیرم، ولی زخم خورده روزگار نذاشت که این کارو بکنه. خیلی خوب بریم برای توی بازی سیسیلی نکته رو بگم، چون من الان فیل سیاه رو هم خیلی قویه، اصلا تو سیسیلی جنگ بر سر گرفتن این خونی سیاهه. برای همین ما در تلاشیم که این فیل سیاه حریف رو با فیل سیاه خودمون تعویض کنیم. در نتیجه من این اسب رو میارم اینجا و این فیل رو میگیریم. خیلی خوب این فیل سیاه رنگمون فعلا قله نمی کنم، چون فرصت حمله کردن و گسترش نیروهامو از دست میدم. برادر خیلی سریع بازی میکنه. الان هم این اوه فشار زیاد شده روی چیزم، ولی مسئله نداره، ما قوی تریم. الان با یه حرکت مشتی بچه ها ببینید چیکار میکنم. فهمید؟ یعنی که داره فکر میکنه، یعنی فهمید. اسبو میخواستم بیارم بذارم اینجا، نفهمید. چقدر جالب. خب فیلا مورای قوی تری هستن نسبتا و تعویضشون با اسب به صورت تئوری ها، یعنی اونقدر یه چیز نداره، ولی به صورت نیمچه تئوری قوی ترن. خب این باعث میشه که ما الان این پیاده رو هم بتونیم بزنیم. خب چقدر جلوییم؟ یک پیاده جلوییم، به علاوه این که ما مزیت دو فیل داریم، این دو فیل کامل قطر رو گرفتن. خب ما سریعا میکشیم، نه نمیکشیم عقب، چرا بکشیم عقب؟ میزنیم، بزنیم چون حمایت فیلمون رو داریم. عجب بازی شده. به به. امیدوارم بلاندر نکرده باشم این وسط دیگه، چون دارم ویدیو میگیرم و خیلی بده که زایشم. به نظر تو الان حریف چیکار میکنه؟ حریف الان باید رخ منو بزنه دیگه، چون اگه نزنه چیزی هم نمیشه. نه من رخشو میزنم. اوه that's pretty good. That's pretty good. الان این رخش هم زیر ضربه، یعنی نمیتونه نزنه. اگه بخواد رخو تکون بده خب وزیر رو میزنم. همه جوره حریف تو منگنه است دوستان. میتونی یک کیش هم اینجا خوک. بله و این حرکت زیبا با حمایت فیل چه میکنه این بازیکن؟ بله مجبوره بزنه، بخاطر اینکه تمام آقا حریفا رنده. بازی بعدی بذار یادم باشه اون بازی قبلیه، فکر کنم اون حرکتی که انجام دادم بریلینت باید حساب شده باشه و اون حرکت بریلینت خیلی دوست دارم، چون خیلی کم پیش میاد و فقط در صورت قربانی دادن مهره پیش میاد. برای همین اونم نشون بدم خوبه، حال میکنم حرکت بریلینت دارم. 1467 بسیار همالی. شاخش چیه؟ شاخش اینه. اسبم میتونم بیارم، اینم میتونم انجام. آها این یه نکته گفته بودن قدیم بهم که سر این بهم میگن کینگز ایندیان، هندی شاه. تو این بازی باید اینو بذاریم جلو، اینو میذاریم اینجا، این اسبو میاریم،
این پیاده رو هول میدیم خونه دسه. این شاخه اصلیمونه که باهاش میتونیم حریفامون رو رنده کنیم. الان معمولا فیلو میذارن اینجا، بعد با این اسب تعویض میکنن که کار جالبی نیست، من دوست ندارم به شخصه. قله میکنیم، شاو میبریم توی جای امن و بازیمون رو آغاز میکنیم. علت این فیل چیه؟ علت خاصی فکر کنم نداره. فعلا جفتمون داریم مهرامون رو گسترش میدیم. به نظرم فیل بیاد توی این خونه خوبه. اسبو بذارم اونجا با فیل بزنه. با این پیاده اگر بزنم اون پیاده رو بلند کنه، اینو بزنه، اونو میزنم. اینم جالبه با اینکه پیاده هم دوبل میشه، ولی بزن این حرکت رو بذارم. غریزه هم گفت این حرکت خوبه. حتی معمولا غریزه هم گم میزنه، ولی خب. و با اسب اصلا نباید بزنه دیگه، چون با اسب اگه بزنه با پیاده میزنم و چنگال میخوره. خب جالب شد. واقعا فکرشو نمیکردم. بذارید اینو بیارم، البته نه، اینو ببرم بالا با تکنیک حذف مهره مدافع. اینو بذارم اینجا، همچنان من اسم میکنم میزنه. خب میخواد بیاد اینجا. رخم نکتهش اینه که من گفتم توی سیسیلی فیل سیاه مهم بود، توی انگلیسی فیل سفید مهم. این میخواد الان این فیل رو بذاره تو این خونه که ما مجبورشم بزنم و وزیر رو بکاره اینجا. حقیقتا خیلی اتفاق بعدی هم برامون نمیفته، ولی ما برای اینکه نمیخوایم فیل رو تعویض کنیم این رخو میکشیم کنار. رخو که بکشیم کنار چه اتفاقی میفته؟ اینو میتونیم بکشیم عقب. تا حالا نمیتونستیم بکشیم عقب به خاطر اینکه چیز میشدیم، رخمون میرفت. و الان حریفمون دست پاچه تر از همیشه میگه خب بذاری تعویض بکنیم، سگ خورد، ببینیم چی میشه. الان اسب خودش زیر ضربه و باید خیلی دقیق تصمیم بگیره و گرفت، چون اگه مثلا اینجا میومد با این پیاده رو که هول میدادم کارش تموم بود، اسبش میرفت. خیلی خوب، بذارید من ببینم این اسب کجا دوست دارم دوست دارم اسبم خیلی اسب جای خاصی هم نداره بره. بذارید در تلاش باشیم که رخامون رو متصل کنیم. یا این حرکت هم دوست دارم. نه دوست ندارم. چرا دوست دارم؟ بریم بازی رو خود باز کنیم با پیاده ها. یه چند تا پیاده، الان احتمالاً این پیاده رو هول بده جلو که من نتونم اسبمو گسترش بدم. اون پیاده رو هول دادی جلو. خب اون پیاده رو که هول دادی جلو برادر، نکات جالبی برای ما آنلاک میشه. اونم اینه که من میتونم با این حرکت اگه بزنه میزنم، او با پس میگیره. میزنم نمیتونه بزنه چون این فیلم اینجاست. امیدوارم که نبینه حریفم و بزنه. معمولا نمیبینن این فیلو، ولی خب توی ریتینگ 1400 500 خیلی فوله اگه کسی نبینه و واقعا کسر شأن. خب الان ناراحته که ای بابا این پیاده رو دادم که، ولی خیلی مسئله ای نداره. با این حرکت زیبا دوستان یه لحظه فکر کنم. یه تئوری هست که میگه اگه یه حرکت خوب پیدا کردی دنبال بهترش باش. If you found a good move always look for a better one. به نظرم نه. ببین الان این پیاده رفت زیر زر، ولی فیلمو نمیتونم به اونجا برسونم، چون اگه اینو بزنم با فیل پس میگیره. بعد چی میشه؟ بعد این میره زیر زر. بذارید همین حرکت رو فعلا انجام بدم. این پیاده که هنوز زیر ضرب هست. این وزیر کجا میتونه بره؟ همیشه باید ببینیم که کجا میتونن برن این مهرا. این حرکت رو دوست خواهم داشت اگر پیاده حرکت نکنه به سمتم، چون اگه حرکت بکنه بدبخت. بذارید این حرکت هم دوست دارم. بذارید ترسو نباشه. بذارید این هول بدم که بعد بتونم این پیاده رو بگیرم که بعد اون پیاده رو بگیرم. واو
such a good move الکی. خب بزن. البته نه، چی رو بزن؟ ای بابا گند زدیم دوستان، دهل شدیم دوستان. خب تکنیکمون کلا پاچید. البته من میتونم با این حرکت جلوی فیلو بگیرم اگرم بزنه. البته شاه هم الان افتضاح شده چون فکر کنم مات شده. نه چرا؟ فکر کنم مات شده. اگه با این بزنم مات میشم، باید با این بزنم. یا خدا لیترالی شیت دوستان، خیلی حرکتم افتضاح بود، خیلی حرکتم افتضاح بود. ممنون میشم اگه حریفم منو ببره و از این موقعیتی که بهش دادم استفاده کنه. الان میبینی یه حرکت رندوم میکنه، الان فیلشو بلند میکنه که وای فیلم نره زیر زر، ولی باید بزنه. اگه بزنه برتری فوق العاده زیادی کسب میکنه. با توجه به اینکه این فیل مزاحم نباید پیاده رو هول میدادم جلو، اشتباه کردم. چقدر فکر میکنه؟ دیدی؟ خدا وکیلی دیدین دوستان، حرکت رندوم شت کرد. اگه اسبم میومد اینجا یه چنگال مشتی میزدم بهش، ولی اسبم نمیرسه به اونجا و بذارید از اینکه حریفم استفاده نکرده فرصتش، من حداقل استفاده کنم. اینو یه تهدید بلا فاصله میریم رو وزیر و مجبور کل راهی که اومده برگرده. بله دقیقا همین شد. اه اه این اول بدم جلو کیش میخورم ها. بذار بریم واسه حمله. مثلا دفاع رو بیخیال دوستان، بریم تو فاز حمله. بریم روی این پیاده و روی این رخ که اگه حواسش نباشه این رخ رو بلند کنه رخشو البته نمیتونه این رخ رو بلند کنه فعلا. دقیقا همون چیزی که فکرشو میکردم و انجام داد واقعیتش، ولی خب هیچ فایده‌ای براش نداد چون الان دوباره اینجا داره دفاع میشه. این فکر میکرد که میتونه با این حرکت رخ منو برداره، بعد این رخو بزنه، بعد یه کارایی بکنه. من این بازی رو دیدم و گند زد حریفم. ممنونم از دست‌اندرکاران این گند زدن و اینجور صحبت ها. دوستان بازم تکرار میکنم، شطرنج واقعا یک حرکت اشتباه بکنید تموم بازی، اصلا نیاز نیست که ریزاین. بله متشکرم. خب دوستان یه بازی دیگه بریم یا چی؟ به نظرم یا چی بسه. توی هوم اون بازی رو میخوام نشون بدم. این بود دیگه. آره که حریفم تشویقم کرد. یه حرکت بریلیانت فکر کنم داشته باشم. نداشتم. در حد 2050 بازی کردم، حریفم 1750 بود. ممنونم از اپلیکیشن خوبی chess.com. بازی رو تحلیل میکنیم. اینجا شانس بردم اینجا اومد پایین، رفتم بالا، همینجور بردم اومد پایین تر. این بلاندر بود. چرا؟ پوینت ایزی اسنک. چرا؟ آره دیگه راست میگه، پیاده مفت زد. این حرکتش گریت بود. اومد اینجا، اومدم اینجا دیگه بچه شانس بردم ببینید منفی آها گفتم که اصلا بازنده بودم تو اون بازی، ولی یه حرکت اشتباه کرد، پیاده رو اشتباه داد، فیلشو داد. فکر کنم اینجا بود. آره اینجا. آها شانس بردم اون خدا وکیلی. دوستان حرکت رو ببینید، شانس برد سیاه ببینید، منفی 4 امتیاز. یعنی خودم حس کردم که نمیتونم کاری کنم، با این حرکت شانس بردم شد مثبت 3 و 4. رفتیم بالا. اینجا اصلا حاجی بریلیانت بود این حرکتم، خدا وکیلی قربانی دادم بازی رو. اینجا دیگه تموم شد دیگه کارش و اینجا ریزاین کرد. خیلی خوب، امیدوارم بازی امروزمون 3 تا بازی تحلیل کردم براتون عشق کنید. متشکرم و خدا نگهدار.